این طرف هم که خب رئال مادرید با بی ام وی خودش قراره که مقابل بارسلونا سفارایی بکنه. ژاوی یک شنبه شب برای پایان دادن به روند منفی رئال برابر بارسا، یعنی بعد از 4 شکست متوالی، اونم بارسای مصدوم زده، برنامه خاصی داره. بازی مقابل یوونتوس اولین بازی بود که بلینگهام تونست 90 دقیقه کامل بازی کنه. بیلی که برای شکوفایی توانایی‌هاش ببینه تو نفوذ به محوطه جریمه به تازه نفس بودن آمادگی نیاز داره و به تدریج ریتمش رو پیدا میکنه و به شرایط خوبی به مصاف رقیبی میرسه که در فصل حضورش در مادرید 3 گل به اونا زده. گل‌هایی که هر دو واسه پیروزی رئال تو مونجوی که دبل کرد و تو برنابئو که گل نهایی بازی 3-2 زد تعیین کننده. اون فصل که فکر نکنم حتی بارساییان فراموشش کرده باشن. حالا بلینگهام بار مسئولیت رو با بازگشت از گوشه امباپه، رهبر بلا منازع خط حمله سفیدپوشان برداشت. امباپه مقابل ایتالیایی‌ها گلی نزد ولی این موضوع به تیمش لطمه‌ای هم وارد نکرد. بعدش هم کیکی تو این بازی بدون گل موند. حالا کیلیان امباپه با روند 15 گل تو 11 بازیش هم متوقف شد. چندین موقعیت واسه گلزنی داشت ولی خب با گریگوریوی درخشان و آماده روبرو شد که همسط کورتوا در سمت دیگر زمین. با این حال عملکرد و آمار امباپه برای بارسا قطعاً میشه گفت که بارسا یکی از قربانیان مورد علاقه امباپه هست. تایید میکنه که بارسا شب سختی داره، چون تو 8 بازی مقابل بارسا امباپه 11 گل زده، از جمله 2 هتریک، هرچند هنوز به عنوان بازیکن رئال پیروز نشده مقابل بارسا. و وینی بدون گلزنی مقابل خطافه به همون اندازه یا حتی بیشتر از دو تا همتیمیاش در پیروزی‌های رئال، چه بازی مقابل خطافه و چه بازی مقابل یوونتوس، تاثیرگذار بود. تو خطافه که به محض ورودش به زمین اخراجی‌هایی داد که باعث رئال بعدش به گل برسه. و تو لیگ قهرمانان هم خب دیدی در مقاطعی مثل چکش رو دفاع قدرتمند یووه فشار می آورد. و تو صحنه گل بلینگهام درخشید، حرکت انفرادیش بود که تو محوطه جریمه چند بازیکن ایتالیایی رو دریبل زد، شوتش به تیر خورد و بلینگهام تو به برگشت رو به گل تم کرد و پاس گل هم به نام وینی ثبت شد. حالا امروز دیگه هیچ شکی نداره مثلث بی ام وی رئال در بازی یک شنبه مقابل بارسا فیکس هست. ممکنه تو برخی پست‌ها در رئال شک و تردیدهایی باشه، مثلا ابهامات ژاوی عمدتاً تو خط دفاع با بازگشت بازیکنان مهمی مثل کارواخال، ترنت آرنولد یا دین هاوسن به فهرست، ولی تو خط حمله که در مهمترین مقطع فصل به اوج رسیده هیچ شکی نیست. خب ببینیم چه خواهد شد رفقا. به هر حال میتونه رئال مادرید با بی ام وی خودش از روی بارسا رد بشه.